سلام و درود به تو عزیزی که زدی این کلیک کردی این چنسل مرغ پختن رو یاد بگیری، ببینید چجوری پخت میشه، چه روشی پخت میشه، کی داره آموزش میده. بله عزیزای دلم، این سرآشپز قاسمیه، میخواد امروز یه شنسل مرغ هتلی رو بهتون آموزش بده. این موادی که داره آماده میکنه چیه به نظر شما؟ بله درسته، آرده، فلفله، پودر سیر، نمکه. و این مرغا که شما ببینید، این مرغا از قبل تو موادی گذاشته شده، میخواد الان دونه دونه رو تو این آرده که همراه با مواد بخوابونه، بعد میزنه داخل تخم مرغ و شیر و بعد با پودر سوخاری میخواد کامل سفت و که شده بهش بگیره، بعد میخواد سرخش کنه. و خودش اینجوری که صحبت میکرد میگفت که با پودر سیر و مثلا فلفل و نمک اینا هم طعم بهتری که بهش میده، همین که اینجا تخم مرغ و شیر رو با هم دیگه قاطی میکنه خیلی بهتر و هم میگیره این موادو که دیگه میذاریمش داخل که سرخش کنیم، مواد کمتر ازش بریزه. حتی دقت کنین موقعی که میخواد اینو از تو این شیر و تخم مرغ در میاره میذاره تو آرد سوخاری، خوب داره یه ذره فشارش میده که این مواد درست جذبش بشه. و چون که اینجا شما میبینید تعداد خیلی زیادیه، چون واسه هتل واسه مهمونه به همین مقدارش خیلی زیاده، یعنی یه خورده شاید از حوصله خارج باشه، ولی اینکه آدم یاد بگیره و یه بار بیاد درستش کنه و بقیه خانواده بخورن ببینن چه طعمی داره خیلی عالیه. و اینکه بارها تو خونه درست کرده چیزای متنوع، یعنی اینقدر آموزش داره واسه شما که نگو، فقط شما اینو سابسکرایبش کنید، فالوش کنید، کامنت براش بذارین کامنت بذارین اما دفعه بعدی چی رو آموزش بده، چی رو واسهتون درست کنه. یعنی دستش پر، اینجوری بهتون بگم دیگه یه آشپز هتلی خودتون میدون از همه چیزو به بهترین نحو باید بلد باشه و واسه شما بیننده ها یاد بده. الان اینجا که میبینید تموم این شنسل مرغ که میبینید تموم مواد بهش گرفته شده، ببینید حتی ریزش مواد هم نداره، یه جایی اصلا از گوشت هم پیدا نیست، کامل تو مواد خوابونده شده، واقعا مواد کامل بهش گرفته شده، سفت و محکم. الان میخوام بریم واسه چی؟ واسه سرخ کردنش. یه تیکه دو تیکه هم نیست و یه عالم است. اما اینجا که میخوایم سرخش کنیم، ببینید میگه روغن نباید زیاد آنچنان داغ باشه، شعله‌اش زیاد باشه که این بخواد بسوزه، باید جوری هم باشه که تو اون روغن این شنسلا خودش شناور باشه. بعد که تعدادشون هم که مرتب همینجور اونا رو که میپزه در میاریم تا مرحله آخر. و یه چیز نکته مهمی که داره، اگر این روغنه زیاد روغن نباشه و چیز داغ اونجوری نباشه، مثلا باید مقدار بیشتری بمونه تا این کامل بپزه تو خودش، روغن زیاد باشه زیرش میسوزه. بعد اینجا هم که میبینید دارن با یه صافی ازش خارج میکنه از تو روغن و بعد چقدر ترد و خوشمزه شده است، یعنی قیافش میباره از اون چیزا خوشمزه است. خب دیگه هتل باید هم خوشمزه باشه، هتل چیز خوب درست نکنه کی باید درست کنه؟ واقعا دستش درد نکنه اینقدر زحمت. یعنی ما حالا میفهمیم یکی میره هتل رستوران جایی میره چقدر زحمت داره. بچه‌ها سابسکرایبش کنید، حمایتش کنید.